ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم، بخصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان، این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده.